ستاد بین اداروی تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان رسما اعلام کرد که فعالیت لیدرهای غیر رسمی در این منطقه به پررگی قطع کرده شد و همه 12 لیدر غیر رسمی بدخشان که ستاد بین اداروی آنها را 12 سرکرده گروه متشکل جنایت پیشه نام میبرد دستگیر و از آزادی محروم و رهبران گروه های آتش ناپذیر که مقاومت مسلحانه نشان دادند نابود کرده شدند. بنا به اطلاع رسمی این ستاد در رفت عملیات مخصوص در روشان و خوروغ در عموم 220 نفر بازداشت نسبت 53 نفر پرونده جنایتی آغاز گردید و 16 نفری که مقاومت مسلحانه نشان دادند نابود کرده شدند و اما منابع دیگر میگویند تنها در ناحیه روشان روز 18 می بیش از 40 نفر کشته شدند. ساکنان میگویند مقامات به ضد اعتراضگران بی‌سلاح از سلاح جنگی استفاده بردند ولی ستاد بین اداروی اصرار می‌ورزد که در ولایت مختار کوهستان بدخشان در یک ماه آخر از 10 گروه جنایتی مقدار بزرگ سلاح مصادره کرده شد. ستاد گفت در ادامه چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی پایگاه جنایتی مالیوی گروه‌های متشکل جنایتی ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز پرره از بین برده شد. از اعضا و سرکردگان این گروه ها 39 واسطه نقلیات گوناگون تمغه نیسان، لکسوس، رنج روور، تویوتا کمری، مرسدس بمو و دیگر ماشین های گران ارزش سبکرو و بارکش مصادره کرده شد ولی برخی ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند اگر این گروه ها اینقدر سلاح می داشتند در بین همگی چند روز از بین بردن آنها امکان نداشت و آنها می توانستند مدت زیاد حتی چندین ماه مقاومت نشان دهند.